دوستان بریم این نمونه شفتالب رو براتون برش بزنم و یک توصیه هم راجع به شفتالب بهتون بگم. دوستان اگه بخوایم این شفتالب رو با تیغه برش بدیم، به خاطر ضعیف بودن سنگش هم ترک برمیداره، هم اصلا میترکه، یعنی تیکه تیکه میشه. توصیه میکنم بهتون که یا با دستگاه اتومات یا با نرم بر، چون سنگ ضعیفه. نگاه کنید که با دستگاه اتومات یا نرم بر برش بخوره، ترکاش ادامه پیدا نمیکنه و هر اسلایدی راحت 2-3 تا نگین بهتون میده. ولی اگه با دستگاه سخت بر برش بدین، سنگ به شدت آسیب میبینه و نمیتونین ازش نگین در بیارین. اینم که میبینید ترکاش مشخص میشه دیگه، خوش میشه سنگ. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت هم فراموش نشه.